محسن خلیلی، باقری میبره به سمت چپ، هوار توپ در اختیار میگیره، خود هوار به پاس در عرض میندازه، کریم باقری روی پای راستش از شوت میزنه و گل! یه گل دیدنی از کریم باقری، 2-1 به نفع پرسپولیس و دیگه از شر این بازی 1-1 خلاص شدیم. پرسپولیس 2 استقلال 1. ضربه فوق‌العاده از کریم باقری و طالبلو رفته اون دایره میانی میدان چیکار میکنه من نمیدونم. حالا اونجا خوشحالیه چقدر خوب زد ضربشو اینجا از راه دور، این ضربه دیدنی رو زد تو به تاق دروازه فرستاد. پاس هوار و ضربه‌ای که بدین شکل با پای راست میزنه تو در درون دروازه، آرام میگیره. 2-1 به نفع پرسپولیس. زنده گل کریم باقری، خیلی خوب زد ضربشو. یاد گل 40 متریش به کره افتادیم.